سلام دوستان، به کانال خودتون خوش اومدید. کانال یوتیوب آسترگ عزیزی اومدیم که با بریم گروه استریت رو نشون بدم از کجا مرحله‌های این رو فعال کنیم. پلیس افتادن دنبالمون به جهنم، ما رانندگیمون یکی بذار در پشتش پلیس دنبالمون بعد موتوریه رو نشون بدم. نه نیمتی ما هم بریم. من گروه استریت رو نشونه شما بچه های کانال، بچه های خوب کانال، البته عشق خالی نمیشه بهتون بگم. بریم ببینیم با هم یه نظاره داشته باشیم. بچه ها این ویدیو 30,000 تا لایک بخوره، ویدیو بعدیش که دیگه میریم که پلیس رو داشته باشیم. خیلی راحت اونجا، راحت دیگه بهتون قشنگ یاد میدم چجوری از دست پلیس ها فرار کنید. بچه ها دوستان نگاه کنید، این پلیس رو دیگه هیچ گویی هم نمیخوره. ما این خیابون رو میریم تو، قشنگ باید برسیم به مرکز شهر. میدونی میگم مثل ما خیابون اول اشتباه اومدیم اونجا برسیم. خب این داره میریم توی خیابون، هیچ گویی هم نمیخوره. پلیس ها فقط هستن. برو اینجا بالا شهرش هم اینجا زدم. این پلیس اخمخ در است، نمیگم میگم اخمخ. دوستان من تازه شروع کار کردم با کانال یوتیوب، ازتون فقط حمایت بخوام که کمکم کنید، از پشتم در بیاد. بچه های کانال تلگرام هم میدونن چه خبره. الان بچه های کانال یوتیوب رو میخوام جمع کنم. یوتیوب من حمایتم کنید. من یه جوون ایرانی مثل میلاد صرف، مثل بقیه یوتیوب فارسی هم کمکم کنید، بذارید من رشد کنم. چه من که داریم ما دیرمون رو میخوام خود زمین گوشی. خب ما بریم دنبالش، ببینیم کجاست. گروه استریت اینجا محله زیره، اینو فکر کنم باید بریم تو. آره خدا جهنم. خب اینجا پیتزا فروشی گروه استریته. خیلی من دوست دارم. رسیدیم اینجا، این گروه استریت اینجاست. نشون من خوب یاد بگیرید. اینجا رو میاد زد سریعتر تا ویدیو کوتاهمون تموم شه. شای مخفی محله خونه CJ